برای همین بازداشتی بگنظرف پسر سابق رئیس ناحیه قبادیان میخواستم معلومات میدادید. بگنظرف سیراج سادلویویچ در وظیفه سردار شعبچه مبارزه بر ضد گردش غیرقانونی مواد مخدری شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه اون کار کرده. در دوام فعالیت کاریش از شهروند ب برای از جوابگری جنایتی آزاد نمودن شوهرش خ که در صادر نمودن جنایت وابسته به گردش غیرقانونی مواد نشئه‌دار گمانبر میباشد مبلغ $10,000 امریکایی به صفت پوره به مقدار کلان طلب نموده. از این حساب مبلغ 12,000 سومانی و $200 امریکایی را گرفته باز آوردن باقی مانده مبلغ $8,000 امریکایی دیگر را طلب نموده است. وابسته به این حالت شهروند ب با عریضه به رئیست агенتی در ولایت خرطوم مراجعت کرده و هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان رئیست بگنظرف سیراج سادلویویچ بازداشت کرده شده. نسبت نامبرده با ماده 319 قسم 4 بندی گ یعنی گرفتن پوره پرونده جنایتی آغاز کرده شده. خود نامبرده در حبس پیشکی قرار داشته پرونده جنایتی باشد مورد تفتیشات پیشکی قرار دارد. حلیموف محمد یوسف عمرویچ در وظیفه معاون رئیس جماعت دیهات ثروت استقلال ناحیه باختر کار کرده. در دوام فعالیت کاریش با باوری شهروند ابراهیمова ساکن ناحیه باختر جماعت دیهات زرگر دهه قزل پارتیزان در آمده با راه فریب گویا برای جدا کرده دادن 3 عدد قطعه زمین نزدیاولگی اندازه‌شان 008 گ از زمین‌های حدودی جماعت در 3 مرحله جمع با مبلغ عمومی $27,000 امریکایی گرفته. وابسته از اون که ابراهیمова و خواهرش ساکن جماعت نامبر شده نمی باشند نام و نسب آنها را در پیشنهاد شهروندان احتیاجمند جماعت داخل کرده مبلغ‌های برای قلابی به دست آورده‌اش را تصرف نموده و آخران ضرر مخصوصاً کلان مادی رسانیده است. نسبت حلیموف محمد یوسف عمرویچ باشد از جانب شعبه تفتیشاتی رئیست агенتی در ولایت خرطوم با ماده های 338 علاوه 1 قسم 2 بندی و ماده 323 ماده 247 قسم 4 بندی ب و ماده 314 قسم 1 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات پیشکی آن ادامه دارد.